باز یک روز نو آغاز شد و باز یک ملاقات نوبتی ما داریم. بینندگان عزیز، با شما در این صبح بر وقت، یعنی ساعت 7 با وقت پراگ که هر روز از روز دوشنبه تا روز جمعه و همین گونه شنبه و یک شنبه ما برای شما در همین وقت برنامه بمدودی یعنی صحبت بمدودی رو پیشنهاد میکنیم که فراگیر خبر و موادهای روز است و خبرها از تاجیکستان و جهان رو در بر میگیرند. امروز جمعه 25 ینوار است. روز جمعه رو برای شما کاربران عزیز آزادی ویدیو تبریک میگیم و تشکر میگم که ما رو تماشا دارید و با امید آنکه در هر کجای دنیا که باشید صحت و سلامت باشید. من نخست نگاه میاندازم به وضع باد و هوای چند کشور و بعداً چون همیشه رجوع میکنیم به خبرهایی که تا این لحظه ما جمع آوری کردیم و در دست داریم و در چند دقیقه دیگر من پیشنهاد شما خواهم کرد. امروز در پراگ بریدن برف پیشگویی می شود. احتمال می رود که حرارت هوا 2 درجه زیر صفر برود. در مسکو پایتخت روسیه هوا بنهایت سرد است. همین حالا خنکی هوا 21 درجه زیر صفر قرار دارد. روزانه احتمال بریدن برف در نظر است و در دوشنبه باشد امروز هوا صاف بوده، گرمی 9 درجه رو تشکیل خواهد داد. البته این پیشگویی آب و هواشناسان می باشد. خب اکنون رو میاریم به خبرها. شرکت هواپیمایی سومون ایر از مقامات انتظامی تاجیکستان درخواست کرده است مسئولین برخی نقطه‌های بلیط فروشی را به جوابگری بکشند. دفتر مطبوعاتی این شرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت صاحبان برخی این نقطه‌ها دست به فریب مشتریان میزنند. پاسخ شرکت مذکور بعد از آن دسترس رادیو آزادی شد که برخی مسافران شکایت کردند که هفته گذشته نرخ بلیط سفر به روسیه یک باره بالا رفت. این گرانشوی در پی قطع پروازهای شرکت توجیک ایر صورت میگیرد. از جمله عزیز یک ساکن نویای رودکی میگوید بعد سال نو نرخ پرواز به سمت روسیه کمی بیشتر از 1,500 سومانی بود، اما با گفته او روز 17 ینوار در نقطه های بلیط فروشی با او گفتند که چپتای خطسیر دوشنبه مسکو 2,000 سومانی نرخ دارد. اما مسئولین شرکت سومون ایر بالا رفتن نرخ بلیط را رد کرده گفتند در سیستم فروش چپته های هواپیما یکچند درجه خدمت رسانی موجود است که از روی ارزش فرق میکند و در حالت تمام شدن تعریف های درجه پستر متناسباً در سیستم بلیط های گرانتر باقی میمونند. و از این خاطر مسئولین از بالای بعضی از چنین مرکزهایی که نرخ بلیط را قیمت کردن به مقامات انتظامی شکایت بردند و البته آنها گفتند که این فریب کنی مسافران هست و همچنین آنها گفتند که به نزدیکی یعنی سر از 1 فوریه شرکت سومون ایر خزینه شخصی شرکت را با ترتیب شبانه روزی به کار می‌دارد که به فروش چپته ها مشغول خواهد بود. متوجه باشید بینندگان عزیز، با گفته این شرکت هر یک مسافر میتواند شروع از 1 فوریه چپته ها را به میان رو دسترس کند و شرکت سومون ایر در حال از بالای نقطه های چپته فروشی به مقامات شکایت میکنند که در گذشته چندین نفر از چپته فروشان برای فریب مسافران مجازات شده بودند. از جمله اگر یادتون باشد ما نقل کرده بودیم که اکتبر سال گذشته دادگاه شهر خوجند یک مسئول شرکت بلیط فروشی را با جرم فریب مشتریان و سود کردن پول آنها عیبدار دانست و 10,000 سومانی هم جریمه بسته بود. البته شکایت ها از گرانی چپته های هواپیما در تاجیکستان زیاد صدا می‌دهد، بخصوص در موسم بهار که مهاجران به روسیه می‌روند. نرخ چپته های هواپیمایی به مراتب گران می‌شود. البته گرانی چپته یک گروه مسافران تاجیک را مجبور می‌کند که طریق خطسیرهای ازبکستان و قزاقستان خود را به خارج رسانند. یک سازمان بین‌المللی حامی حقوق از مقامات تاجیکستان خواسته است که تعقیب وکیلان مدافع در کشور را خاتمه بدهند و ادوکات زندانی بزرگمیر یوروف رو بلافاصله آزاد کنند. مارک کوتریچ همکار شرکت حقوقی هاگان لوولز و یکی از مؤلفان مراجعتنامه به عنوان سازمان ملل متحد در مورد قضیه بزرگمیر یوروف است و روز پنجشنبه با نشر گزارش توجه جامعه جهانی و بخصوص مقامات تاجیکستان را به سرنوشت بزرگمیر یوروف و وکیلان دیگر جلب کرده است. کوتریچ میگوید وکیلان مدافع برای اجرای مسئولیت‌های کسبیشان زندانی شده و یا تحت تعقیب قرار دارند. مارک کوتریچ در مراجعتش توسط وبسایت دیپلمات گفته است تاجیکستان باید مستقلی وکیلان مدافع را تامین کند.
بزرگمهر یوروف و حقوقشناسان دیگر که با انگیزه های سیاسی پس پنجره رفتن باید به قید و شرط آزاد شوند تاکید شده است در مراجعت نامه. طوری شما در خاطر دارید بزرگمهر یوروف تیر ماه سال 2015 بعد آمادگی به حمایت از حقوق اعضای بازداشت شده حزب نهضت دستگیر و در جنایت های مختلف از جمله قلابی و ساختکاری عیبدار شد. دادگاه او را به 28 سال زندان محکوم کرد. خود او و طرفدارانش اتهامات را رد کرده حکم را دارای انگیزه های سیاسی مینامند. حامیان حقوق میگویند در دوام 3 سال اخیر دست کم 5 وکیل دفاعی دیگر زندانی و یا تحت تعقیب قرار گرفتند. شهرت قدرتوف آخر سال 2018 و از اون پیشتر فخرالدین زاکیروف از زندان آزاد شده. نوریدین محکموف هنوز در محبس است. ظریف علیزاده امبودسمن تاجیکستان دیروز گفت که نقض حقوق وکیلان مدافع در کشور جا ندارد و ادعاهای سازمان‌های بین‌المللی بی‌پایه است و روز 24 ینوری سال 2019 زمانی به حبس گرفته شدن بزرگمهر یوروف بیش از 1000 روز گذشت. در این روز همسر او زرینه نبی و پشت در زندان بود تا یوروف با او ملاقات کند و نبی و بار آخر با همسرش ماه گذشته در زندان واخوردند. او در جواب به سوال اون که وضع شوهرش در زندان چگونه است گفت او موقعش را تغییر نداده است و حکم خود را ناعادلانه می‌حسابد. وضع سلامتی شوهرم بد نیست اما زندان است گفت زرینه نبیوه. خبرگزاری آزیا پلوس می نویسد که شب امروز یک سربازی گارد ملی تاجیکستان خودسرانه ترک خدمت کرده است. او با خود اتومات کلاشنیکوف داشته است. با نوشته این خبرگزاری با جستجوی این سرباز فراری که در شهر ترسونزاده ادای خدمت میکرد کارمندان حفظی حقوق این شهر سفربر گردیدند. همزمان در تمام راههای ماشینگذار این منطقه کارمندان بازرسی اتومبیلی گذاشته شدند. گفته می شود صبح امروز سرباز فراری را بازداشت نموده و به واحد نظامی برگرداندند. داستانی حربی به سنجش این حادثه پرداخته است. اسم سرباز و همچنین سبب خودسرانه ترک کردن جای خدمت از طرف او آشکار کردن نمی شود، اما منابع آزیا پلوس گفتند که سرباز به هنگام در فرار قرار داشتن به هیچ قانون بیرانکنی دست نزده است. و اکنون رو میاریم به خبرهای جهانی که حالا در دست ما هست. در یک صحبت تلفنی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با پرزیدنت ونزوئلا نیکولا مادورو ابراز داشت که از وی پشتیبانی میکند. قبل از این صحبت رهبر مخالفین ونزوئلا خود را رئیس جمهوری موقت این کشور اعلام کرده بود. روز 24 ینوری مسکو با اصطلاح نیروهای خارجی را برای پشتیبانی از رقیب مادورو خوان گوائیدو محکوم کرد. روز چهارشنبه نیکولا خوان گوائیدو در حضور 10,000 طرفدارانش خود را رئیس جمهوری موقت ونزوئلا اعلام کرد. این اقدام گوائیدو را آمریکا، کانادا و بعضی کشورهای آمریکایی لاتینی و اروپایی نیز دستگیری کردند. روسیه، چین، ایران، سوریه، کوبا و ترکیه باشد ابراز داشتند که از حکومت مادورو پشتیبانی میکنند. مادورو بعد از مرگ پرزیدنت هوگو چاوز در سال 2013 به سر قدرت آمد. 2 هفته پیش از او یعنی 2 هفته پیش او سوگند یاد نمود که دوری دوم پرزیدنتیش را رسما شروع میکند. انتخابات ماه می سال 2018 را بایکوت مخالفین و ایده‌های تقلبی آوازها مورد انتقاد قرار داد. مادورو را همچنان به پایمال نمودن حقوق بشر و به حالت ناگوار افتیدن اقتصاد ونزوئلا متهم می‌نمایند. یکی از اساسگزاران جنبش طالبان افغان که سال گذشته از زندان پاکستان رها گشت، رهبر اداره سیاسی طالبان در کشور قطر تعیین شد. 24 ینوری طالبان اعلام کردند که با هدف تحکیم هیئتشان در مذاکرات با آمریکا مولا عبدالغنی برادر را رهبر نمایندگی طالبان در کشور قطر تعیین کردند. خبرگزاری ریترز اطلاع می‌دهد که برادر رهبری هیئت مذاکره کننده طالبان را بر عهده می‌گیرد. 20 ینوری مذاکرات طالبان با هیئت آمریکا در قطر شروع شدند و احتمال برادر امروز به این مذاکرات همراه می شود. خب از خبرهای جهانی برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. ماموران میلیسای شهر اسفره
مردی را دستگیر کردند که به دزدی 80,000 روبل روسی مدل بیش از $1,000 آمریکایی یک نمازگزار در داخل مسجد گمانبر است. حادثه روز 21 ینور در مسجد مرکزی شهر اصفهان رخ داده است. جمال الدین شهاب‌الدینوف امام خطیب مسجد جامع اصفهان روز 24 ینور گفت که شناسایی چهره گمانبر با کمک دوربین نظارتی امکان پذیر شده است. دزدی قبل از نماز پیشین در اتاق لباسکشی مسجد رخ داده است. به قول امام خطیب پس از ادای نماز مسئولان مسجد از نمازگزاران خواهش کردند که به بیرون نروند چون پول یکی از نمازگزاران گم شده است، ولی شخص گمانبر با بهانه اینکه به کار شتاب دارد زود مسجد را ترک کرده است. شهاب‌الدینوف گفت بعد رفتن او نوارهای دوربین نظارتی را دیدیم که فقط همان کس به نزد لباسا رفته جیب را گفته است. من نگفتم که شما دوست هستید، گفتم که اگر پول را گرفته باشید به خاطر خدا به صاحبش برگردانید، اما او به گردن نگرفت. پس از آن گفتم که به ملیسا مراجعت کنید، اگر او از خدا شرم داشت این کار را نمیکرد. خب اسم گمانبر و شخص جبریده آشکار نمی شود، تنها معلوم شده است که مرد جبریده 44 سال داشته و در مکتب محلی به حیث آموزگار کار میکند. مقامات پلیس اصفهان گفتند گمانبر ساکن 56 ساله جماعتی سرخ شهر اصفهان بوده، نسبت به او با اتهام دزدی پرونده باز شده است. به قول منبع او صاحبکاری میکرده است. مقامات امور دین در اصفهان میگویند این بار اول است که در این محل حادثه دزدی پول نمازگزاری در مسجد رخ میدهد، ولی در گذشته دزدیدن پول از صندوق‌های خیریه و حتی برخی چیز و چوره مسجد در ولایت سوخت و منطقه‌های دیگر تاجیکستان ثبت شده است. در مسجدهای تاجیکستان نصب دوربین‌های نظارتی از سال 2012 آغاز شده. سال اخیر بعد درآمدگاه مسجد تأسیسات کشف اشیاء فلزی نیز گذاشته شدند. مقامات هدف از این کار پیشگیری از حالت‌های نامطلوب تامین ترتیبات جمعیتی و امنیتی نمازگزاران مینامند. و یک خبر دیگر هم هست که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک گزارش ویدیویی جزئیات کشتار شوهر از جانب همسرش را اخیراً به نمایش گذاشت. حادثه مذکور 10 ینور رخ داده بود. در این نوار دیده می شود که چگونه فاطمه محمد و 28 ساله ساکن نویه رودکی سبب کشتار رحیم شهریفی که 34 ساله است و شوهرش بود شهر می‌دهد. این زن میگوید رشک به اساس شوهر نسبت او عرق نوشی پیوسته و تحقیرهای پای در پای باعث سر زدن این فاجعه شده است. فاطمه نقل کرد که از بدمستی شوهرش جانش به لب آمد و در پی مناقشه نوبتی با کارت نخست به طرف شوش و بعداً به طرف دل شوهرش میزند. رحیم شهریف از زخم‌های برداشته در بیمارستان به هلاکت میرسد. فعلا نسبت فاطمه محمد و برای آدمکشی پرونده جنایتی باز شده، تفتیش جریان دارد. خب در این قسمت صحبت نگاه می‌اندازیم به قرب اسعار خارجی در تاجیکستان. طبق قرب معین کرده بانک ملی برای اسعار خارجی امروز 25 ینور $1.943 درم، 1 یورو 10.71 درم و 1000 روبل روسی به رسو 143 سومانی برابر است. خب بینندگان عزیز باید تاکید کنم که ما هر صبح قرب اسعار رو رسما از سومانه بانک ملی میگیریم و دیروز هم چندی از شما شکایت کردید که وقتی میخواهید پول روسی رو عوض کنید به شما به نرخ ارزانتر پول رو میدهند. از این خاطر اگر شما از این نرخی که حالا من گفتم یعنی از 143 سومانی کمتر دادن، شما میتوانید به وبسایت بانک ملی وارد شوید NBTTG و در اونجا یک بخش است که شما میتونید به اونجا مراجعه کنید و شکایت کنید که برای چی با قرب دیگر برای شما پول رو عوض کردن. خب بینندگان عزیز این چند خبری بود که من خواستم با شما بگم. خبرهای زیاد دارم که بعد از 30 ثانیه در پخش مستقیم در تقدیم سرخطای روز من حتما برای شما خواهم گفت. تا صحبت بعدی، خدا نگهدار.